بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند و خیلی گرامی قدر، این پیام ما را، این درس ما را به دیگران رسانید که خیلی مهم است. برای هر یک انسان، زن و مرد فرقیتی ندارد، بسیار مهم است. به دیگران رسانید تا دیگران بهره برند و شما از پاداشی نیک محروم نشوید. دلالت کننده به خیر مثلی انجام دهنده همون خیر است. کسی که انسان را به کار نیک و عمل نیکی سفارش می‌دهد، پس اون عمل انجام می‌دهد، اون انسانی که او را دعوت کرده است اجر همو را می‌گیرد. برای همین به دیگران رسانید تا دیگران هم بهره برند. موضوع امروزینه درباره فضل ذکر است. ای ذکر الله چه بهبودی، چه برتری دارد. ذکر الله این عبادت است و یکی از بهترین عبادت است، که یکی از نمودهای عبادت است که اسلام ما را به ذکر شوقمند و هوسمند کرده است و بسیار اهمیت بزرگی دارد در دین اسلام و خیلی عبادتی گرانبهایی هست. خیلی اجر و پاداش بزرگی برای انسانی که ذکر الله میکند داده می شود و یک عبادتی خیلی آسان و میسری هست که در اون دادن پول نیست، مشقت نیست، یگان مشقت و قربانی را طلب نمی کند. ذکر الله یگان وقت خالی را طلب نمی کند و یگان جهد و یگان مشقت و یگان کوشش و تلاش را طلب نمی کند. عبادتی است که شأن این عبادت خیلی بزرگ است و اثر این عبادت خیلی بزرگ است در برداشتن درجه های انسان و پاک کردن خطایی های انسان. این عبادت را کلانسالان، خردسالان، میان حالان، زن باشد یا که مرد باشد، طاقت این را دارد. این عبادتی است که در تمام حال تو این را ادا کردن میتونی، در تمام جا، در تمام وقت، اگر بیکارم نباشی ادا کردن میتونی. ذکر الله، زبان با زبان گفتن که فضل ذکر قریب برابر جهاد میشود. ولی حدیث را شرح میتیم، در حدیث ها میبریم که چقدر فضل بزرگ دارد. ذکر باید به زبان باشد، به زبان گفته شود، زبان حرکت کند، لبا باید بجنبند، دل باید همه وقت حاضر باشد در وقت ذکر کردن الله. چرا؟ تا آنی که دل از همین ذکری که تو میگویی استفاده برد. برای چی؟ برای آنی که اگر ذکری که انسان میکند به دل انسان تاثیر بخشد، پس بهبودی و نیکی برای دل آن انسان میشود. برای چی؟ برای اینکه ذکر این چی است؟ این حیات دل هاست، آرامش دل هاست، سعادتی دل هاست و پرنور و وسیع شدن دل هاست. برای ذکر کردن الله جهد و کوشش و تلاش زیادی در کار نیست. برای همین برادر گرامی، در همه وقت اگر بیکارم نباشی، زبانت را همه وقت به یاد الله مشغول بکن، الله فراموش نکن. همه حالت که فضیلت ذکر و برتری ذکر برای انسان بهبودی در همه ساحه ها می‌بیارد. ذکر اصلا یاد کردن الله است، ستایش الله است. مثل سبحان الله گفتن، پاک است الله. مثل الله اکبر گفتن، الله از همه بزرگ است. مثل استغفر الله گفتن، مثل الحمدلله گفتن. باز نمودهای ذکر خیلی بسیار هستند. ستایش و سپاس الله گفتن، حمد و ثنا گفتن الله، همه این ذکر است. چیزی که به همین دلالت کرد او در از جمله ذکر می درآید. برای همین برای شما برادران گرامی، ما اول از قرآن پروردگارمان دلیل می‌بریم، بعد از سنت پیامبر بزرگوارمان صلی الله علیه و سلم دلیل می‌بریم. یکم دلیلی که می‌بریم این سوره احزاب 41 آیه است که الله عز و جل می‌فرماید: یا ایها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله چی می‌فرماید؟ ای کسانی که ایمان آوردید چیکار کنند؟ الله را بسیار یاد کنید. الله امر می‌کند الله بسیار یاد کنید و چی؟ و او را در هر صبح و شام تسبیح نمایید، تسبیح بگویید، از همه نقص و کمبودی را پاک سازید. برای همین الله ما را امر میکند که ما الله بسیار یاد کنیم، بسیار ستایش کنیم، بسیار ذکر کنیم. و چه خیلی با الله عز و جل میفرماید در سوره آل عمران 191 آیت که الله عز و جل میفرماید که الله همون این نفرایی که الله یاد میکنن، ذکر میکنن، میگوید که الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
ويتفكرون في خلق السماوات والارض. الله عز وجل میفرماید که همان کسانی که ایستاده و نشسته و خوابیده بر پهلو الله را یاد میکنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند. بین الله عز وجل آنها را چه میکند؟ ستایش میکند که در همه حالت، حتی در حالتی که ایستادگی هستند و در حالت نشسته هستند و در حالتی که بر پهلو خوابند، الله یاد میکنند، ذکر میکنند، ستایش میگویند. باز الله عز وجل میفرماید در سوره رعد 28 آیت میگوید که الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. الله عز وجل میفرماید که کسانی که ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد الله آرام میگیرد، آسایشته می شود، بدانید که تنها با یاد الله دلها آرامش میگیرند، آسایشته مییابند، آرام میشوند. برای همین برای یاد الله با زبان می شود و با چی می شود؟ با حضور قلب می شود که قلب هم باید زنده باشد در وقت یاد کردن الله. کی گفتیم چی؟ دل استفاده برد از ذکر الله. برای چی؟ برای که ذکر، اگر که ذکر در دل تأثیر بخشید، دل نکو می شود. ذکر کردن یاد الله حیات دل هاست، آرامش دل هاست، خوشبختی دل هاست. باز الله عز و جل می فرماید که کسی که از ذکر الله، یاد الله روی می گرداند، جزای او چیست؟ الله می فرماید در سوره طه 124 آیت می فرماید که ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. الله می فرماید که و هر کسی از یاد الله روی می گرداند، بیگمان برای او زندگی سخت و تنگ خواهد بود و ما او را در قیامت نابینا حشر میکنیم. باز الله عز و جل در سوره بقره 152 آیت میفرماید که فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. الله عز و جل میفرماید پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و برای من سپاسگزاری کنید و کفر نورزید در مقابل نعمتهای من. بینید برادرای گرامی که الله چی میگه؟ فذکرونی، امر میگند ما را که ما او را یاد کنیم. وقتی که ما او را یاد کردیم، الله ما را یاد میکند در مقابل یاد کردن ما. پس پیامبر بزرگوار درباره ذکر چی میفرماید؟ از ابی هریره رضی الله عنه که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید الله عز و جل در حدیث قدسی میگوید که انا عند ظن عبدی بی و انا معه حین یذکرنی. الله عز و جل در حدیث قدسی میفرماید که چطوری که بندم به من گمان داشته باشد، من همون طور به او معامله میکنم. اگر گمانی نیک داشته باشد پس به فایده اوست، اگر گمانی بد داشته باشد پس به ضرر اوست. الله عز و جل چی میگه؟ و انا معه، من همراه اوام، با علمم، با قدرتم، با شنواییم همراه او هستم هنگامی که او ای بنده مرا یاد میکند. اگر که مرا در نفس خودش ذکر کرد، ای به تسبیح و به ستایش و ثنا گفتن در نفس خود ذکر کرد، پس من او را در نفس خود ذکر میکنم، یاد میکنم. اگر مرا یاد کرد و ذکر کرد در جماعت، در بین مردم، ذکرته فی ملأ هم خیر منهم، من او را در بین ملأ الاعلی، بندگانی که در آسمان هستند و بهترین بندگان هستند، در بین آنها او را یاد میکنم و ذکر میکنم، یاد میکنم. حدیث در بخاری است و امام مسلم است. یعنی که ببینید که ذکر کردنی الله، یک ذکر کردنی که انسان الله ذکر میکند، الله او را هم به یاد میارد. در بهترین در آسمان او را ذکر میکند. خیلی که ابن قیم رحمه الله میفرماید اگر میگوید که درباره فضیلت ذکر دیگر یگان حدیث نمی بود و امین حدیث می بود، پس بسنده بود در فضل و در شرف ذکر، برای ذکر همین حدیث بسنده بود. باز یک حدیث دیگری که پیغمبر درباره فضیلت ذکر و آن کسی که ذکر میکند، تسبیح میگوید، الله یاد میکند، از ابی هریره رضی الله عنه که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید آیا من شما را
خبر دهم به بهترین عملتان و پاکیزه تر در نزد پروردگارتان و ارفعها فی درجاتکم و از عملی است که درجه انسان از همه بلندتر میبردارد و خیر لکم من انفاق الذهب والفضه و بهتر است برای شما از نفقه دادن طلا و نقره در راه الله بهتر است و بهتر است برای شما که شما با دشمنتان واخورید پس سری آنها را بزنید یا که آنها سری شما را بزنند ای در جنگ در میدان. گفت پیغمبر گفت بهتر است. صحابه گفتند بله ای رسول الله اینقدر فضل بزرگی دارد این چی باشد؟ پیغمبر چی گفت؟ قال ذکر الله عز وجل. حدیث در سنن امام ترمذی و امام احمد است، حدیث صحیح است. ببینید که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگوید که آیا من شما را خبر دهم به بهترین عملتان و پاکترینشان در نزد پروردگارتان و عملی است که درجه شما را از همه بلندتر میبردارد در نزد الله و بهتر است از چی؟ از نفقه دادن طلا و نقره در راه الله و بهتر است، حتی بهتر است میگه در چی؟ بهتر است که شما در میدان معرکه در میدان جنگ با دشمن باخرید یا که شما را کشند یا که شما آنها را کشید. پس صحابگان چی گفتن؟ بله. گفت که ذکر الله عز وجل، ای ذکر بینید که الله پاک به چی برابر میکند؟ ذکر الله یاد کردن خودش به جهاد در میدان برابر میکند. و از ابی هریره رضی الله عنه فرمودند که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در راه میرفت به سوی مکه میرفت، پس به یک کوه گذشت که نام آن کوه جمدان بود. فقال گفت بگذرید از پیشش سیر کنید این کوه جمدان است. سبق المفردون. پس پیغمبر چی گفت؟ گفت پیش شدن در خیر، پیش شدن مفردون. پس صحابگان گفتن که مفردون کیان؟ مفردون پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ الذاکرون الله کثیرا والذاکرات، یعنی که آن زنها و مردهایی که الله بسیار یاد میکنند همانها گفت مفردون هستند که آنها به همین انجام دادن همین عمل ای ذکر کردن الله، یاد کردن الله همه را گذاشتند در اجر. باز از انس رضی الله عنه فرمودند که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگوید بهتر است برای من، پسندیده تر است برای من که بنشینم با قوم هایی که الله یاد میکنند از بعد نماز بامداد تا برآمدن آفتاب، برای من پسندیده تر و بهتر است از آنی که من 4 نفر از غلامی رها کنم. بهتر است برای من. گفت که برای من بهتر است که بنشینم همنشینی قومی باشم که آنها الله را از بعد نماز عصر تا نماز شام آنها الله یاد میکنند. بهتر است برای من از آنی که 4 نفری را از غلامی آزاد کنم. حدیث در سنن ابی داود است و صحیح است. پس ابوبکر گفت که ذهب الذاکرون الله بالخیر كله. ابوبکر گفت که آنهایی که الله یاد میکنند همه خیر به دست آوردن، همه خیر ببردن به همراه خودشان. باز ابو درداء رضی الله عنه میفرماید که لكل شیء جلاء، برای هر یک چیز روشنی و درخشیدنی است. و ان جلاء القلوب ذکر الله عز وجل. گفت که صحابی جلیل ابو درداء میگوید که پس درخشیدن دل این چی است؟ درخشیدن و روشنی پاکیزگی دل این چی است؟ این ذکر الله عز وجل است. باز شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میگوید که الذکر للقلب مثل الماء للسمك. ذکر برای دل انسان مثل چی است؟ مثل آب است برای ماهی. فکیف یکون حال السمك اذا فقد الماء. بینید میگوید که اگر ذکر برای دل انسان مثل آب برای ماهی است، اگر که آب نباشد پس حال ماهی چی میشود؟ میمیرد ماهی به آب. همه خیلی دیگر به ذکر به یاد کردن الله قلبها میمیرند. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در حدیث بخاری صحیح بخاری از ابی موسی میفرماید که پیامبر بزرگوار میگوید که مثل الذی یذکر ربه. چه حدیث بزرگی هست. مثل کسی که پروردگار خود را یاد میکند و مثل کسی که پروردگار خود را یاد نمیکند، ذکر نمیکند، ستایش نمیکند، سپاس نمیگوید. بین انسانی که سپاس میگوید و ذکر میکند، یاد میکند، و بین انسانی که ذکر نمیکند و یاد نمیکند، بین آنها چه فرق است؟ میگه مثل چی است؟ مثل زنده و مرده است. بین انسان دلش اگر مرده باشد پس او انسان زنده است، به حساب نمی رود. بین حتی پیغمبر تشبیه میدهد، مانندی میکند که انسانی که ذکر میکند و زنده است و انسان
انسانی که ذکر نمیکند وای مثل مرده هاست. برای همین عالما میگن که ذکر این چی است؟ این حیات دل هاست. خیلی که ابن قیم رحمه الله باز میفرماید در زیر این حدیثا، ابن قیم میگه که بهترین ذکر و سود بخش و فایده بخش ترین از اذکار این کدام است؟ اونه که دل به زبان برابر شود در ذکر. دل به زبان برابر شود. معنی چه داره؟ معنی که وقتی که به زبان ذکر که میگویی اول به دلت رود، بعد از زبانت براید. یعنی دل هم آگاه باشد از همون ذکر، با دل حضور قلب. و باز میگوید ابن قیم که از همون ذکرهای باشد که پیامبر ذکر میکرد. بهترین ذکرها این ذکرهایی که پیامبر میکرد. برای ما آن چیزی که پیامبر کرد باید همون را ذکر کنیم، از اون زیاد ذکر نکنیم. برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهتر میداند و کدام ذکرهایی که پیامبر میکرد او برای الله پسندیده است، او محبوب است به نزد الله. همون ذکرها را میکرد که همون ذکرها را الله دوست میدارد. برای همین ما باید همون ذکرها را کنیم و همون انسانی که ذکر میکند معنای آن را، مقصد آن را بفهمد. همون میگه بهترین ذکر و سود بخشترین ذکر است برای انسان. الله رحمت کند امام ابن قیم را. از جمله‌ای که ما میگیم ذکر یاد کردن الله، از ابی هریره رضی الله عنه میفرماید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که لئن اقول سبحان الله، بنید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. حدیث در صحیح بخاری است. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که من بگویم، چی را بگویم؟ سبحان الله. همین ذکرای الله هستند. همین درباره می ذکرمو سخن رفته ایستاده است. سبحان الله، پاک است الله. والحمد لله، سپاس برای الله است. ولا اله الا الله، و نیست معبود به حق شایسته عبادت مگر الله. والله اکبر، و الله از همه بزرگتر است. همین چهار کلمه را بگوید. پس برای من میگه پیغمبر بهتر است از اونی که در بالای اون آفتاب میبراید، ای از دنیا و آنچه که در دنیا است برای من بهتر است. همین چهار ذکر، همین تسبیح هم همین است. سبحان الله، ذکر هم همین است. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. همین را ذکر میگن. ببین چقدر سبک است ذکر در زبان که انسان در همه وقت میتواند الله یاد کند، ذکر کند. با در روایت دیگر پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که احب الکلام الی الله، دوست داشته ترین، محبوب ترین، پسندیده ترین سخن به سوی الله چهار تا است. با همین کلمه ها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، یگان ضرری ندارد به کدام از آنها آغاز کردی. حدیث در امام مسلم است. باز پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم از عبدالله ابن بصر رضی الله عنه میفرماید که مردی پیش پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ای رسول الله، گفت که هر آینه شریعت های اسلام بر دوش من خیلی زیاد شدن، یعنی بر دوش من شریعت های اسلام خیلی زیاد شدن، احکام اسلام بر دوش من خیلی زیاد شد. فاخبرنی بشیء اتشبث به، پس مرا خبر بده، آگاهی ده، مرا آموزان با یک چیزی که من به او چنگ بزنم. پیغمبر چی گفت صلی الله علیه و سلم؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله، ای زبان تو همه وقت باید ترمزه باشد با ذکر الله. ای همه وقت زبان تو مشغول باشد به چی؟ به ذکر الله. انسانی که ذکر الله همه وقت در زبان او است ان شاء الله عز وجل کامیاب و رستگار می شود روز قیامت. برای همین ذکر چیزی وزمینی نیست. حدیث در امام ترمذی است و ابن ماجه است. و خیلی که او حدیثی که دیگر هست پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میگه که درباره ذکر که چقدر سبک است برای زبان. پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که دو کلمه هستند که بسیار آسان و سبک هستند در زبان گفتنشون، سبک هستند. ببین حتی پیغمبر میگه که سبک هستند در زبان، سبک هستند. حبیبتان الی الرحمن، ولی آنها در نزد پروردگار خیلی محبوب هستند، خیلی پسندیده هستند. و ثقیلتان فی المیزان، و در ترازو خیلی سنگین هستند، وزنین هستند، ای خیلی قدر و قیمت دارند. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، پاک است و سپاس برای اوست. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، پاک است اللهی که شأنش بزرگ است، با شکوه است. ببین حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که
در زبان سبک هستند ولی در ترازو خیلی اجر بزرگی دارند. برای همین برادران و خواهران گرامی، انسان باید خود را مشغول سازد به ذکر الله که ذکر الله برای او نجات است. باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ کسی که در یک جای نشست پس الله ذکر نکرد در همون جای نشستش، پس برای او از جانب الله چی است؟ روز قیامت پشیمانی و حسرت است، ندامت است. و کسی که به یک پهلو میزند در که جایی که نباشد، نام الله نمیگیرد، یاد نمیکند الله، پس برای او چی است؟ برای او روز قیامت پشیمانی است، ندامت است. همین طور دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید که هر قومی که در جایی که می نشیند مجلس باشد، او یگان هم نشینی باشد، چی هم نشینی نباشد، در آنجا می نشینی و نام الله ذکر نمیکنی، الله یاد نمیکنی و پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم درود نمیفرستانی مگر که برای آنها روز قیامت پشیمانی و ندامت است. اگر الله عز و جل خواهد آنها را عذاب میدهد و اگر خواهد آنها را میبخشد. باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که کدام قومی که در کدام مجلس نشسته اند و از آن مجلس میخیزند و در همون مجلس نام الله نمیگیرند، الله ذکر نمیکنند، ستایش نمیکنند، پس گویا که از جایی که در اونجا مرده خر است از همان جا خیستند و روز قیامت برای آنها پشیمانی است. تصور کنید برادران گرامی که انسان کدام مجلسی که نشست باید الله ذکر کند که همون پشیمانی ها دچار نشود، همین سخنایی که پیغمبر گفته است و من کرده است در همینها دچار همینها نشود و برای او روز قیامت پشیمانی نشود. چخیلی که ابن قیم رحمه الله، ابن قیم جوزی درباره فضیلت های ذکر میگوید که ذکر شیطان دور میسازد و او را شیطان میشکند و ذکر کردن این راضیگی الله هست از تو، الله راضی میکند. انسانی که ذکر میکند الله از او راضی میشود. انسانی که ذکر میکند غم و اندوه و غصه از دل او رها میشود و ذکر جلب میکند برای دل چرا؟ خرسندی را، خوشبختی را، شادی را جلب میکند. ذکر برای انسان مسلمان، انسانی که ذکر میکند ذکر برای او چرا جلب میکند؟ رزق جلب میکند. انسانی که ذکر میکند یک هیبت دارد، یک زیبایی و یک شکوفان است. ذکر برای انسان محبت باقی میماند. ذکر الله انسان چی؟ خطایاش پاک میکند و خطایاش میبرد. برای چی؟ برای ذکر از بزرگترین حسنات است و حسنات کارای نیک کارای بد پاک میکنند و ذکر الله وحشت و ملالی و ذکر را از بین میبرد. ذکر تنهایی که بین بنده هست و بین پروردگارش او را میبرد. انسان همه وقت با پروردگارش است. برای چی؟ برای که غافل، انسان غافل بین او و بین الله چی است؟ پرده هست، تنهایی است که اون تنهایی و وحشت دور نمی شود مگر به ذکر. و ذکر الله انسان از عذاب الله نجات میده. چخیلی که معاذ رضی الله عنه میفرماید از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگوید یعنی که آدمی، فرزند آدم عمل را انجام میدهد که به انجام دادن اون عمل، یعنی که بهترین عملی است که انسان انجام میدهد که او را از عذاب الله رها میکند که این چی است؟ این ذکر الله است. حدیث در امام احمد است و امام مالک و ابن ماجه. ذکر سبب چی می شود؟ سبب آرامش، سبب فرا گرفتن رحمت الله است، سبب فرا گرفتن فرشتگان که اون انسانا را اون انسانی که ذکر میکند او را فرشته ها فرا میگیرند. ذکر سبب هست که زبانش مشغول می شود به ذکر و از غیبت و از نمیمه و از دروغ، از گپی فحشا، گپی پوچ، گپی ناسزا، گپی باطل دور میکند. وقتی که انسانی که ذکر میکند این کارهای زشت از زبان او دور میشوند. ذکر الله نعمت بزرگی است و پاداش عظیمی است و توفیقی که برای تو میدهد الله که تو را ذکر کنی و برای تو جلب منفعت میکند ذکر و همچون خشم و غضب الله از تو دور میکند و قوتی هست، غذایی هست برای دل و خشنودی است برای نفس انسان و حیات ارچی است، حیات روح انسان است. ذکر انسان به او بسیار احتیاج دارد، روح انسان به ذکر احتیاج دارد. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگوید که در حدیث قدسی الله عز و جل میفرماید من شغله ذکری عن مسائلتی اعطیته افضل ما اعطی السائرین. کسی که ذکر من او را مشغول میسازد از چی؟ از پرسیدن من، میدهم برای او
بهترین چیز را که برای پرسنده میدهم، بهترین ارزانی که میدهم برای پرسنده، برای همون انسان میدهم که ذکری من او را مشغول میسازد از پرسیدن من. ذکر الله این بنده را در ایمین نگه میدارد از چی؟ از پشیمانی روز قیامت. ذکر این آسانترین عبادت است و از بزرگترین و بهترین عبادت است. ذکر برابری چی است؟ برابری رها کردنی غلام کنیز، برابر است به چی؟ به نفقه دادن مال، برابر است به چی؟ به جهاد در راه الله. ذکر این یکی از بهترین سپاسگزاری است. ذکر سختی دل و سنگینی دل را میشوید، پاک میکند، دل را نرم میکند، دل را درخشان میکند. ذکر چی است؟ ذکر این شفای دل و داروی آن است و غفلت این چی است؟ این بیماری دل است. خلاصه این بود کمی درباره ذکر گفته گذاشتیم. برای همین این درس ما را تا آخر گوش اندازید، بهره برید، الله یاد کنید، خود را از دوزخ نجات دهید، اجر و پاداش گیرید. گفتیم که ذکر سبب رزق می شود، سبب خوشنودی انسان می شود، سبب زنده‌داری انسان می شود. برای همین برادرای گرامی سخنان پروردگارمان را گوش دهید، سخنان پیغمبر بزرگوارمان را گوش دهید، بهره برید و به دیگران رسانید و از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.